سلام به همه مخاطبان عزیز. من کامیار هستم از کانال جهان تاریک و در برنامه امروز میخوایم بریم سراغ یه ماجرای خیلی عجیب و غریب. حالا اون ماجرا چیه؟ فکر کنید یه طرح نظامی بوده که میخواستن باهاش یه جنگ واقعی راه بندازن، ولی نه از اون جنگایی که دشمن حمله میکنه، نه اصلا خودشون میخواستن حمله کنن و بندازنش گردن یه کشور دیگه. امروز میخوایم در مورد عملیات نورس وودز حرف بزنیم. دهه 60 میلادی بود. اوضاع دنیا خیلی به هم ریخته بود. آمریکا و شوروی سر به سر هم میذاشتن و هر کدوم میخواستن ثابت کنن قدرت اصلی دنیا کیه. تو این بین کوبا شده بود یکی از مهره‌های کلیدی فیدل کاسترو که با کمک شوروی و کمونیست ها به سر کار اومده بود. حالا فکرشو بکن، سال 1962 یه سری از مقامات نظامی آمریکا نشستن دور هم و یه نقشه کشیدن. گفتن چی کار کنیم که مردم آمریکا و کل دنیا برن تو فاز جنگ با کوبا؟ جوابش ساده بود. گفتن یه سری حمله جعلی راه بندازیم تو خاک خودمون و بگیم کار کوباییاست. برای مثال مثل انفجار توی کشتی‌های خودمون یا حتی هواپیما ربایی. بعد بگیم کار کوبایی‌ها بوده و حمله رو شروع کنیم. تو این طرحشون گفتن یه هواپیمای مسافربری رو بدزدیم، بعدش یه جوری وانمود کنیم که کاری کوبایی‌ها بوده، یا بیایم تو شهرهای خودمون بمب بکاریم و بگیم اینم از دستپخت کوبایی‌هاست. حالا این نقشه ها میرفت پیش رئیس جمهور اون زمان، یعنی آقای جان اف کندی. آقای جان اف کندی وقتی طرح نورس وودز رو دید گفت نه، دیگه خیلی شورشیه. دستور داد که اجراش نکنن. ولی خب این ماجرا مخفی موند تا اینکه سال 1997 از طریق قانون آزادی اطلاعات اسنادش بیرون اومد. وقتی این ماجرا لو رفت خیلی ها شوکه شدن. اینکه این دولت حاضر باشه برای منافع خودش مردم خودش رو قربانی کنه واقعا ترسناکه. این طرح هرگز اجرایی نشد، ولی فهمیدیم که حتی توی دموکراسی هم باید مراقب باشیم که چه تصمیم هایی پشت درهای بسته گرفته میشه. نورس وودز یه درس بزرگ بهمون داد که همیشه باید حواسمون به قدرت و تصمیم هایی که پشت پرده گرفته میشه باشه. شاید همیشه نمیدونیم چی داره میگذره، ولی باید گوش به زنگ باشیم. خب بچه ها، اینم از داستان امروز. امیدوارم از این ماجرا خوشتون اومده باشه. اگه نظری، سوالی، انتقاداتی، پیشنهاداتی یا حتی موضوعی دارید که دوست دارید بررسی کنیم، حتما برامون بفرستید و ما بهش رسیدگی میکنیم. ما همیشه خوشحال میشیم از نظرات و پیشنهادات شما. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید و یادتون نره که همیشه یه نگاهی هم به پشت پرده ها بندازید. شاید اونجا یه چیز جالبی پیدا کنید. تا درودی دیگر، بدرود.